سلام به همه دوستداران دنیای بازیگری و ستاره ها. امروز میخوایم درباره چند تا از بازیگران محبوب و شناخته شده حرف بزنیم که یه دفعه کمکار یا تقریبا ناپدید شدن. بعضیا تصمیم گرفتن مسیرشون رو عوض کنن. بعضیا دلشون خواسته فاصله بگیرن و بعضیا هم داستانهای پشت پرده دارن. میخوایم بدونیم پشت این تغییرات چی بوده و الان کجان. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین و نظرتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید. مورد اول، کامران تفتی. یادتونه کامران تفتی رو؟ بازیگر جدی و کاریزماتیک که با سریال های مثل مرگ تدریجی یک رویا و زیر 8 حسابی معروف شد. تا سال 98 پرکار بود تو تلویزیون، سینما و حتی اجرای برنامه مثل وقتشه. اما از اون سال به بعد کم کم غیب شد. نه خبری از سریال و فیلم بود، نه مصاحبه‌ای. بعضیا میگن دلیلش اختلاف با صدا و سیما بوده و بعضیا معتقدن خودش خواسته از فضای شلوغ و پر سر و صدا فاصله بگیره. تو یکی از آخرین مصاحبه‌هاش گفت دلم برای خودم تنگ شده بود. این جمله خیلی رو کنجکاو کرد. آیا کامران خسته شده یا قصه های پشت پرده‌ای وجود داره؟ این روزها میدونیم که بیشتر وقتش رو به زندگی خصوصی و آرامش اختصاص داده و کمتر دنبال دیده شدن هست. نظر شما چیه؟ آیا کامران دوباره برمیگرده یا کلا مسیرش رو عوض کرده؟ مورد دوم، آناهیتا همتی، بازیگری که چند قدم عقب نشست ولی همیشه محبوب بود. آناهیتا همتی رو که یادتون میاد، از اون بازیگرایی که با نقش‌های متنوع و خاص تو سریال‌ها و فیلم‌ها به چشم اومد. اما این روزها دیگه کمتر روی پرده یا تلویزیون می‌بینیمش. چرا؟ چون تصمیم گرفته به جای تمرکز فقط روی بازیگری، سراغ هنرهای دیگه مثل عکاسی، مدلینگ و فعالیت‌های اجتماعی بره. توی فضای مجازی فعالتر شده و با فالووراش رابطه بهتری برقرار کرده. میگن این انتخاب خودش بوده، میخواسته کمی از هیاهوی دنیای بازیگری فاصله بگیره و انرژیش رو روی چیزایی که براش اهمیت داره بذاره. با این حال طرفداراش هنوز امیدوارن که دوباره برگرده و تو نقش‌های جذاب بازی کنه. مورد سوم، مهدی پاکدل، انتخاب سخت بین زندگی شخصی و حرفه‌ای. مهدی پاکدل یکی از بازیگران خوشنام سینما و تلویزیون بود که ناگهان کمتر از گذشته توی پروژه‌ها دیده شد. چرا؟ چون تصمیم گرفت مدتی رو برای خودش و خانواده اختصاص بده و کمتر تو فضای پرتنش هنر حضور داشته باشه. این تصمیم برای خیلی‌ها غافلگیر کننده بود، ولی نشون داد که حتی ستاره‌ها هم نیاز به آرامش دارن. اما حالا کم کم برگشته و دوباره فیلم و سریال بازی میکنه، هرچند هنوز خیلی فعال نیست. این تعادل بین زندگی و کار چالش بزرگیه برای هر بازیگری. مورد چهارم، امیرحسین آرمان، بازیگری با انتخاب‌های خاص و متفاوت. امیرحسین آرمان بازیگری که همیشه توی نقش‌های متفاوت و به یاد موندنی ظاهر میشد، اما مدتی کمتر تو پروژه‌های بزرگ دیده میشه. شنیده‌ها میگن دلیلش انتخاب‌های شخصی بوده، یعنی دنبال کارهای خاص‌تر و شاید هنری‌تر رفته که کمتر دیده میشن. تو فضای مجازی هم فعالیتش کم شده و بیشتر دوست داره کمتر تو چشم باشه. طرفداراش همچنان منتظرن که یه روز دوباره با یه پروژه قوی برگرده. مورد پنجم، سحر دولتشاهی، بازیگری که مسیرش رو متنوع کرد. سحر دولتشاهی یکی از بازیگران محبوب سینما و تلویزیون بود که به خاطر نقش‌های خوبش شناخته شد، اما اخیراً کمتر تو تلویزیون و سینما فعال بوده. چرا؟ چون بیشتر به سمت تئاتر، فعالیت‌های اجتماعی و هنری رفته. یه تغییر مسیر که شاید کمتر تو چشم باشه، ولی نشون میده که هنر فقط محدود به فیلم و سریال نیست. این تغییر باعث شده که طرفداراش نگران بشن، ولی خودش میگه هنوز عاشق بازیگریه، ولی دوست داره تاثیرش رو بیشتر در جاهای دیگه بذاره. شما چه فکری میکنید؟ این نوع مسیر هنری چقدر میتونه به یه بازیگر کمک کنه؟ دوستان ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. نظر شما درباره این بازیگرها و تغییر مسیرشون چیه؟ تو کامنت ها بنویسید و اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. منتظر پیشنهادات و درخواست‌های شما هم هستیم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.